مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگاور و هلاکت یک مادر جوان با طفل یک سالش در این صدمه در ناحیه دنغره خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد شب 22 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 21:18 راننده ماشین تمغه بنده X5 سمندرزاده نوروز سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در سمت شهر کولاب به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیوت سیبستان نویای دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمده به اتومبیل تمغه وز 21013 که تحت اداره راننده قوتوف امامعلی زینولویچ سال تولدش 1999 ساکن شهر نورق قرار داشت برخورد است. در نتیجه راننده اتومبیل تمغه وز 21013 قوتوف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. اویلش سمی و فیروزه محمد سعیدونا سال تولدش 1998 ساکن نویای دنغره و پسر خردسالش قوتوف محمد امامعلیویچ سال تولدش 2001 جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 45 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 15 فوریه سال 2021 مرد 38 ساله ساکن شهر دوشنبه و مرد 50 ساله ساکن شهر خوجند با راه فریب به باوریش درآمده برای رونق دادن تجارت سوزشواری از او 460,000 دلار آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. نسبت گمان بر شوندگان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا با عریضه مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 24 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 02:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل نقطه سودا واقع در کوچه شمسی پایتخت اشیاءهای گوناگون تعمیر تلفن‌های موبیلی و تلفن‌های موبیلی گوناگون را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 35,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان دختر 19 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.